اقدر از پختن از این نان پشیمان هستم که براتان گفته نمیتونم، چون که بسیار زیاد مزه‌دار است. اینال دیگه مجبور هستم که هر هفته باید این نان تیار کنم. مواد مورد نیاز ما هست شیر، خمیر مایه که 2 مواد با هم مخلوط میکنیم، میمانیم چند دقیقه باشه. 2 دانه تخم مرغ امرای مسکه آب شده را هم اضافه میکنیم. بوره و آرد هم اضافه کرده خمیر میکنیم که خوب همانطور یک خمیر صاف و یک دست جور شوه. قسمی که شما در تصویر میبینید. حالا خمیر ما را میمانیم برای 2 ساعت که خوب صحیح برسته. این هم خمیر ما است بعد از 2 ساعت که حجمش 2 برابر شده. خمیر زواله میکنیم، حالا عوارش میکنیم. شکل شمایل جور کردن از این نان بستگی به خودتان داره که چه رقم دوست دارین. هر رقم که دوست دارین میل دلتان است امو رقم جور کنین. من قسمی که در تصویر میبینید جور کردم، خوش داشتم که یک کمک متفاوت تر باشه. میفهمین مزه از این نان چه رقم است؟ شما فکر میکنین که همزمان روغن جوشی، نان روغنی همراه ناشتا یک طعم خاص، یک بافت خاص داره که شما رو یاد از ایام مندازه، اما از همگیش کده خوشمزه تر است. در کراهی به اندازه کافی روغن مندازیم و نانایی رو که جور کرده بودیم در حرارت بسیار کم سرخ میکنیم. حرارت بسیار زیاد مهم است که کم باشه به خاطر که مغز پخت شوه. حالا دیگه کل نانای ما سرخ شده. من از روغن کلش میارم بیرون. ببینین که چی یک رنگ مقبول بر خود گرفته. از طعم و بویش هم براتان نگویم که فوق العاده عالی هستم. کمی بوره به ظرف جداگانه اضافه میکنیم و نانایی که سرخ کردیم در بوره مندازیم تا اینکه پشت رویش بوره بگیره. البته که اگر شما دوست دارین که شیرینیش کمتر باشه یا بوره خوش ندارین، میتونین که اصلا بوره نزنین اما تو رو نوش جان کنین. در اول ویدیو گفتم که من از پختن از این نان پشیمان هستم به خاطر که این نان که اما قدر خوشمزه و مقبول و نمود و میز دسترخوان ما هسته، اما قدر چاق کننده هم هست. این هم نان ناشتای ما که دیگه آماده هسته. بسیار زیاد خوبش آمده. تشکر که ویدیو ما دیدین. خداحافظ.